بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تماشابینان بسیار هم ارجمند، قبل از همه شکر نعمت های پروردگار میکنیم، چون همه نعمت های پروردگار منفعت بخش و مفید هستند و همچنین سلام و درود بی پایان و صمیمی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میرسانیم. عزیزان دل، چون یاد دارید در بخش نوبتی، در بخش گذشته برنامه نور ایمان، ما درباره فضیلت ذکر و دعا صحبت آورده بودیم و فهمیدیم که این عبادت یعنی ذکر الله، یاد الله و تسبیح و حمد و ثنا چگونه اجر و ثوابیت زیادی داشته است. امروز باشد ما تصمیم گرفتیم که در موضوع یکی از مسئله های مهم که جامعه مسلمین را به تشویش آورده است، این هم باشد اخلاق حمیده، مقام اخلاق در دین مبین اسلام و احترام مسلمین یک صحبت آراسته باشیم. و چون همیشه به این کاشانه‌مان داملای محترم حضرت داملا محمود خان را دعوت کردیم. خوش آمدید، نور دیده و تاج سر میگیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام باشید. بسیار خوب داملای عزیز، خوب امروز که ما درباره شاخه های اسلام که از عقیده و احکام و اخلاق عبارتند و ما درباره عقیده و توحید و نمودهای آن یک صحبت کوتاه آراسته بودیم. دایر به احکام ان شاء الله در موضوعهای نوبتی این موضوع را گشوده باز صحبت میکنیم و امروز درباره اخلاق که یکی از زینه های مهم و زیب دهنده عبادت در دین الله هست چند سخن می گفتید و ابراز عقیده می کردید، چون ما و تماشابینان نیاز به آن داریم که روز از روز اخلاق خویش را حمیده و حسنه و بهتر بگردانیم. بفرمایید. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. تعریف و ستایش به ذات الله سبحانه و تعالی و درود و رحمت به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که معلم بشریت بودند و بهترین انسان ها را رسول خدا صلی الله علیه و سلم تربیت کردند و به این عالم بشریت یک انسان های را تربیت کرده به وای رساندند که آنها به تمام انسان ها آداب و اخلاق و انسانیت و بهترین درجه انسانیت را به انسان ها نشان دادند. الله تعالی در قرآن کریم میگوید استعیذ بالله ولا تنسوا الفضل بینکم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با الله تعالی خطاب کرده میگوید واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. در دیگه آیه قرآن الله تعالی میگوید الله تعالی شما را درجه شما را بلند برداشت، انسان ها را میگوید الله تعالی انسان را بهترین ولقد کرمنا بنی آدم میگوید. الله تعالی انسان را نهایت مکرم، نهایت عزیز آفریده است که انسان در این دنیا بهترین مخلوق به شمار می رود و مکرمترین مخلوق، عزیزترین انسان از ما بین همه مخلوقات ها عزیزترین و بزرگترین مکرمترین مخلوق به شمار می رود و این انسان باید به بهترین رویه و رفتار و کردار و اخلاق باید سزاوارین باشد. اخلاق باید باشد. برای همین هم الله تعالی پیغمبرها را فرستاند و خصوصا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که بهترین اخلاق و بهترین انسانیت بدن و کاملترین انسانیت بدن. این کس را الله تعالی آداب و اخلاق بهترین داد و برای ما معلم و پیشوا کرد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم الله تعالی خودش در قرآن کریم صفت کرده میگوید انک لعلی خلق عظیم. شما بهترین بزرگترین اخلاق خوانده هستید. و به این امت الله تعالی خطاب کرده میگوید که ولا تنسوا الفضل بینکم. ما بیناتون احترام یا دیگر هیچگاه فراموش نکنید. مومن باید دائم مومن احترام داشته باشد، از خود باید بهتر داشته باشد، دانسته باشد. و در دیگه قرآن الله تعالی میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطاب کرده واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. از زیر دستاتان شما به پیروشتگی مومن ها به شما دائم قنات آرامی و قنات خاکساری را برای آنها کشید. قناتتان را کشید، یعنی قنات رحم و شفقت و مهربانی را برای آنها کشید. بله. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به صحابه همین خیلی مهربان، همین خیلی دوست معامله میکردند که حتی صحابه رضی الله عنهم گمان میکردند که رسول خدا من از همه نزدیکترین گمان میکردند. یگانشان گمان نمیکردند که رسول الله از او دور باشند. یعنی هر یک انسان حقوقش ادا میکردند، هر یک انسان همین خیلی حرمت میکردند که همون صحابه گمان میکردند که من رسول الله از همه نزدیکترین. بله. یعنی یگان کس را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم
هر چه خیلی انسانی نباشد اون را یگان خیلی پس شماریدن یا اینکه تحقیر کردن در دل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. همیشه صحابه ها را اگرچه آن یک انسانی بسیار بد اخلاق بسیار از دین دور باشد هم همون را با یک درجه انسانی پیغمبر خدا آن را معامله میکردن. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از مکه به امر خدا به مدینه هجرت کردند، در راه رفته ایستادن، گفتند در این راه راهزنها هست، در این راه آرام خوب است، با این راه باید بریم. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند که با این راه میریم، همون راهی که در آن راهزنها است. وقتی که آنجا در راه رفتن، دو انسان اوباش شخصانی راهزن پیش راهشان رو گرفتند صلی الله علیه و آله آمدند و خواستند رسول خدا صلی الله علیه و آله را غصب کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله یک ذاتی بودند که در دل رسول خدا بزرگی الله و یک نور، یک عجایب، یک صفات‌های نورانیتی بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند من انتما، شما کی هستید؟ وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با این لفظ‌های مبارک، با این نور، با این اخلاق با آنها مراجعت کردند، آنها این رسول خدا صلی الله علیه و آله نورانیتشان و بزرگی رسول الله را دیدند و با کمبودی خداشان، نقصان خداشان انسان‌های نا اخلاق، بد اخلاق بدنشان تن گرفتن، گفتند نحن مهانان، گفتند ما دو انسان بسیار هم آدم‌های پستکش هستیم، بسیار آدم‌های ناخوب هستیم. یعنی از رفتار نیکی پیامبر خودشون شرم کرده، خودشان را صفت کردن، خودشان را ملامت کردن. ما گفتند نحن مهانان، لفظ حدیث، گفتند ما دو انسان بسیار هم پست‌رو هستیم، پستکش هستیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را چه معامله چه گفتند بل انتما مکرمان، گفتند بلکه شما بسیار به انسان‌های با مکرم عزیز هستید، شما انسان هستید، شما انسان خوب هستید، شما در چهره شما یک انسانیگری، صفات چهره زیبا، آدم‌های خوب هستید. شما با آنها رسول خدا صلی الله علیه و آله کمتر صحبت کردند و آنهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله را برای غصب کردن و طلب و تاراج کردن آمده بودند، این معامله رسول الله را، این اکرام و اخلاق و این انسانیت و آداب رفتار رسول الله را دیدند و دل آنها تسلیم شد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و رسول الله را حمایت کرده از همانجا تا به منزل رساندن. پس بینید که یک نیتی بد داشتند و با خلق نیک، با خلق عظیم رسول الله توانستند از انسان‌های بد یک انسان‌های صالح را تربیت کنند. یک باز حکایت دیگر، رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که در مکه اولهای دعوت بود، وقتی که انسان‌ها را به ایمان و به اخلاق دعوت می‌کردند به طرف الله تعالی، در راه دیدند که یک زن پیرمرد بار گران رفته ایستاده است و آن را بارش را قبیدند، گرفتند و آن را به منزلش برده رساندند. آن کمپر گفت تو بسیار بچه خوب بودی، من به تو می‌خواهم یک مکافات به این مهنت کردگیت، مزد یک پاداش برای تو بدهم، لیکن یک چیزی ندارم که برای تو بدهم، لیکن برای تو یک نصیحت میکنم که در همین شهر یک انسان آمده است که انسان‌ها را از دین اجدادش، از دین باباهاش، از دین خودشون بی‌رحم میکند، دور کردن است. تو با آن بچه، با آن انسان گوش نکن، با آن انسان پیروی نکن که آن از راه تو را گمراه میکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند همون شخص محمد، همون من هستم. اون زن حیران میشد، میگفت همون شخصی که من در حق آن صفاتهای بدش را شنیده، گمراه کننده بود، شنیده بودم، این همین انسان است، اینقدر انسان خوب است که اینقدر اخلاقی، اینقدر معامله خوب دارد. اون زن کلمه جاری کرد و به ایمان درآمد. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اگر چند انسان ها را، 10 نفر را به سخنشان و به یگان معجزه دین دعوت کرده باشند، بسیاری انسان ها را، اکثر انسان ها را رسول خدا با اخلاقشان اونها را سبب هدایت انسان ها شدند. برای همین هم انسان با اخلاق، با رفتار، با کردار نیکش سبب هدایت انسان ها میشود. الله تعالی در قرآن میگوید لتکونوا شهداء علی الناس، شما مؤمن ها باید که برای انسان ها گواه باشید. با سبب اخلاق و رفتار ما با این اخلاق های نیک، انسان ها این دین حق بودنش و این انسانیت دین اسلام، همین خیلی انسان کامل و همه طرفه خیرخواه و همین خیلی انسان را مسلمان نگری دین اسلام تربیت کردنش را اینها دیده، در واقع دیده، قلب آنها گواه می‌دهد که این دین دین حق است و این دین را قبول کردنشان به مؤمن ها سبب میشه. اگر اخلاق مؤمن ها بد باشد، کردار آنها بد باشد، اگر غش و فریب و همین خیلی اخلاق‌های رذیله داشته باشند، انسان ها میگن مسلمان ها همین بیا من مسلمان نمیشم، بلکه از دین دور شدن به سبب میشن.
برای همین هم اخلاق نیک داشتن این بسیار چیز مهم است و این اصل اسلام است که اسلام به همین انسان به کامل بودن انسان الدین و المعامله گفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم. دین این یک معامله است. دین نماز و روزه نیست. نماز و روزه این ما را به انسان کامل بودن، به اخلاق نیک بودن ما را وادار میکرد. دیگه یک غذا، یک روحانی غذا است نماز و قرآن و ذکر و روزه. این چیزا باید انسان در رفتارش، در کردارش، در معاملاتش باید انسان چی باشد؟ بهترین، کاملترین، بهترین اخلاق داشته باشد. حتی صحابه کرام رضی الله عنهم اینقدر انسانی به درجه کاملش برسیده بودند که آنها ایثار میکردند. حتی عدالت کردن نیست، ظلم کردن که در حق آنها تماما نبود و رسول خدا صلی الله علیه و سلم این را منع کرد و قرآن کریم این را منع میکند و به عدالت کردن امر میکند. حتی اینکه صحابه به درجه ایثار گذاشتند، یعنی حق خداشان را به دیگر کسها دادند. در هر کارها، در معاملات، در رفت و کردار و در همه چیز اینقدر ایثار کردند که تاریخ بشریت این را تصور کرده نمیتوند. نه بلکه این افسانه یک چیزی گذشته، بلکه واقعا همین خیلی انسان‌ها بودند که با ایثار زندگانی، ایثار یعنی حق خودشان را به آنها دادند. خودشان گوشنه خواب کردند، به کسی مهمان یا کسی مسافر جا دادند و طعام دادند و حق خودشان را به آنها دادند. این تاریخ اسلام، تاریخ صحابه ها پر از این چیزها است که آنها اینقدر با سبب ایثار، صفت ایثار داشتن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. شما مؤمن کامل نمیشوید حتی خداتان دوست داشتگی چیز تا برادرتان دوست ندارید، شما مؤمن نمیشوید. یعنی این درجه که تیر صحابه ها زندگانی کرد، این خیلی صفت در آنها بود. پس ببینید که اخلاق حمیده، اخلاق حسنه که از پیامبر ما باید همچون مکتب بهترین سرچشمه گرفته از آنها بیاموزیم و همچنین بعداً از صحابه ها. و امروز مقام مسلمین در این زینه چی است و چگونه باید با اخلاق حمیده در خانه، در جامعه، در جایهای کار و من با اطرافیان مناسبت کرده باشیم تا اینکه این اخلاق ما سبب شاید هدایت دیگر بنده های الله باشد، سبب یک مهربانی، سبب پهن شدن دوستی و رفاقت و وحدت و یک دلی باشد. بله، امروز مسلمان ها الحمدلله الله تعالی نگه دارد بسیار اخلاق های ناخوب در این جامعه پهن شده است. الله تعالی نگه دارد. این از همش از روی رسول خدا، از روی صحابه به سبب دور شدن، به سبب نفس و شیطان دو داشتن، به این خیل اخلاق های ناپاک و فکرهای غلط مسلمان ها میرن. الله تعالی همه وقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به این اخلاق های نیک تاکید کرد و آگاه کرد. ما باید در هر کردارمان رسول الله را نگاه کنیم. یک بار رسول خدا صلی الله علیه و سلم با سردارهای مکه صحبت داشتند، میخواستند که آنها را به اسلام، از اسلام باخبر کنند و آنها را سبب هدایت آنهاشون، به سبب آنها دیگر مردم هدایت ببیان. با آنها رسول خدا صلی الله علیه و سلم صحبت آراسته ایستاده بودند. در این وقت یک شخص عاجز نابینا عبدالله بن مکتوم رضی الله عنه آمدند و به پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمدند، گفتند و عبدالله بن مکتوم به خبر بودند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با همراهی سرداران قریش صحبت کرده ایستادند. گفتند یا محمد علمنی مما علمک الله، ای محمد اون چیزی که الله تعالی برای تو یاد داد اون چیز را برای من هم یاد بده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از عبدالله بن مکتوم عبس و تولا، چی میگن به زبان خود ما گیم، ناراحت شدن و عبس رو ترش کردن. رسول الله از عبدالله بن مکتوم رو گرداندن و خواستند که آن کس خلاقت نرسانند به این صحبت و با آنها سرداران مکه صحبت کنند و از عبدالله بن مکتوم رو ترش کردند، روشون را گرداندند. الله تعالی این حادثه را عبس و تولا ان جاءه الاعمى، رسول الله رو ترش کردند و رو گرداندند وقتی که یک شخص عاجز به پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد. یعنی اشتباهی رسولش رو الله در قرآن آگاه کرده، رسول الله را تنبیه داده ایستاده است و رسول الله را شما رو گرداندید، رو ترش کردید وقتی که یک شخص عاجز آمد شما به من به یاد تگو و ما یدریک لعله یزکا، شما از رو گرداندید، شما از کجا میدونید که آنها ایمان میبیارن؟ اما شخصی که من جاءه یسعى و هو یخشى فانت عنه تلهی، کسی که آمد و آن از خدا میترسد و از شما طلب میکند و شما آن را مانده ایستاده با آنها، یعنی با مشرکی رو آوردید. آنها میگردید.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم الله تعالی تنبیه داد که شما این فعل نکنید. یعنی همین قدر سردارهای باشن هم، لیکن شخص عاجز آمد باید شما با آن کس توجه کنید. یعنی در این یک درس قرآنی است برای ما، یک تنبیه به رسول خدا و برای تمام امت است که ما باید هر یک انسان حق و حقوقش احترامش داشته باشیم، با آن معامله خوب و سخنهای خوب و از آن رو نگردانیم، نابسته به آنکه اون مقامی بالا دارد یا که عاجز است. بله. وقتی که بعد از این عبدالله ابن مکتوم می آمدن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم از جایشان میخواستند و میگفتند مرحبا بمن عاتبنی ربی، خوش آمدید آن شخصی که به سبب شما الله تعالی مرا عتاب کرده است. بله. به جایشان به نزدشان میشنیدند. یعنی انسان هر چقدر که انسان نباشد ما باید آن را احترام داشته باشیم، از خودمان بهتر دانسته باشیم و در آن گمان نیک داشته باشیم و آن را سبب هدایتش، فکر هدایتش را داشته باشیم، از آن رو نگردانیم، از آن ناامید نشویم، با آن بهترین اخلاقیت ما باید رویه کنیم. الله تعالی شخصانی ولا تمشی فی الارض مرحا، شما در روی زمین شما خود سرانه با کبر و غرور، فخر و غرور راه نرید. الله تعالی شخصهای فخر و غرور کننده را دوست نمی‌دارد. در دیگر حدیثشان رسول الله صلی الله علیه و آله میگه کسی که در دل ذره کبر داشته باشد اون داخل جنت نمیشه. گفتن کبر چی است؟ میدان تامه الکبر غمط الحق و تحقیر الناس، حق را انکار کردن و انسانها را تحقیر کردن، این کبر است. کبر این چیزی نیست که انسان لباس خوب پوشیده باشد یا که خودش را تازه نگاه داره، این کبر نه. کبر آن چیز است که یک کسی که حق را بگوید آن را انکار کند، اون کی نباشد. بله. یا اینکه انسانها را تحقیر کردن، که انسانها را از خودش پس شماردن. وقتی که شیطان یک بار، این یک فعل شیطانی است که الله تعالی در حدیث قدسی میگوید که اگر انسان هر خیل گناه داشته باشد الله تعالی آن گناهان را عفو میکند، اما آن کسی که کبر و غرور داشته باشد این گناه را الله تعالی عفو نمیکند. آدم علیه السلام الله تعالی گناهشون عفو کرد در جنت، چون که گناه آدم علیه السلام از نفس و خواهشات و نفسانی بود و تنبه کرد. اما شیطان یک گناه کرد که آن را الله تعالی نبخشید. آن گناه چی بود؟ غرور بود، کبر بود که انا خیر منه، من از اون خوب هستم بود. از انسان به سجده کن گفت، وقتی که الله تعالی به انسان سجده نکرد و از انسان خودش رو بالا گرفت و من خوب هستم، من نیک هستم گفت، به سبب این از رحمت خدا، از لعنت خدا گرفتار شد و از رحمت خدا دور شد و همیشه به لعنت خدا گرفتار شد. برای همین انسان باید کبر و غرور نداشته باشیم، بلکه خاکساری. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اینقدر انسان خاکسار و اینقدر انسان متواضع بودن، این اخلاق نیک داشته بودن که اگر انسان رسول الله را یک بار ببیند هیبت میکرد و با همراه رسول الله میشد، رسول الله را همینقدر دوست میداشت. و دیگر یک صفتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای امت تاکید کردن، گفتن شما عیب دیگر را بپوشید. مؤمن آن کسی نیست که فحاش لعان ولا صخاب فی الاسواق، در مفهوم حدیث میگوید مؤمن آن کسی نیست که در بازار اوصای بلند بردارد یا اینکه لعنت کند هر یک انسان ها را، یعنی که فحاش سخنهای فحش و بد بگوید. این صفت، این خیلی صفت نداشته باشد. مؤمن باید هر یک انسان را بهترین رویه کردی، احترام کردی و صحبت و داشته باشد. خیلی موضوع خوب رو برداشتید. چون روزها و وقتهای آخر ما تحلیل میکنیم، یکی از مشکلات جامعه مسلمین در آن سر میزند که اون هم باشد سبب یک بحث و مناظره های بیهوده یا بحث و مناظره هایی که سبب جدال، سبب عداوت و کینه بین برادران و خواهران مسلمین و همچنین مسلمین و غیر مسلمین می شود. و برای پرهیز کردن از این گونه جدال و مناقشه ها و بحث های نالازمه کدام راه رو باید پیشه کرد؟ چی نصیحت داده میتوانید و اجر اون پرهیزگاری چی است؟ بله، رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتن هر یک انسان کمبودی دارد، نقصان دارد. رسول الله گفتن من ستر اخی المسلم ستره الله، کسی که یک مسلمانش را کمبودیش را نقصان آن را میپوشد در این دنیا، الله تعالی عیب اون انسان را در این دنیا و در آخرت میپوشد. الله تعالی یک صفت ستار است. اگر ما عیب انسان ها را، کمبودی انسان ها را، نقصان انسان ها را بپوشیم، الله تعالی ما را در این دنیا میپوشد و در فردا روز قیامت با صفت ستاریش عیب ما را ستر میکند. اما کدام انسان‌هایی که عیب انسان‌ها را می‌کشد و انسان‌ها را در مابین شرمنده می‌کند، آبروریزی می‌کند، تحقیر می‌کند و به سبب این در مابین جامعه فتنه و هر چیزا به سبب می‌شود، آبروریزی می‌کند، آن را رسول الله گفتن الله تعالی در این دنیا
حتی در خانه‌اش و فردا در روز قیامت آن انسان را شرمنده می‌کند. اگر یگان انسان دانسته یا ندانسته خطایی کرده باشد آن را ما باید عفو کنیم، چون که الله تعالی در قرآن کریم میگوید والله عفو کنیدون در بسیار آیات‌ها میگوید که عفو کنید همدیگر رو ببخشید. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که در حق دختر یا مادر مومن‌ها مادرمان حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وقتی که منافقین تهمت کردند و در جنگ بنی مصطلق و در راه آمده ایستاده بودند، تهمت‌های بسیاری کردند و سخن‌های ناشایسته در حق حضرت عایشه صدیقه گفتند. این قصه بسیار دراز است و در همان جا وقتی که به مدینه آمدند ابوبکر صدیق رضی الله عنه در درنی مردها عبدالله ابن ابی ابن سلول سرداری میکرد، این فتنه را پهن کردند و در مابین زنها مستح حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خالشان یعنی خواهر دادزادشان خواهرشان و مادرش آن کس در بین زنها این سخنها را پهن میکرد و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با مستح بود نام آن، به آن نفقه میکردند، زکات میدادند، بسیار دست یاری میرساندند. وقتی که این سخن را از آن شنیدند گفتند من دیگر به مستح یاردم نمیکنم، کمک نمیرسونم، حق مادر دختری من این سخنها را کرد. وقتی که حضرت عایشه صدیقه پاک بودنشان از آسمان با 11 آیت نازل شد که اینا پاک هستند، در حق اون کسی خیلی تهمت خیلی فکر گمان نکنتون، لولا چوبه شما این خیلی گمان میکنتون، حالا این خیلی گمان نکنتون نمیشد میگفت الله تعالی آیت ها نازل میکنه. نازل شد. حضرت ابوبکر صدیق با آن مستح یاردم نکردند. در اخیر آیت آمد که الا تحبون ان یغفر ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والیتامى والمساکین منکم. آیت همین است که کسانی که به خویش و تبار خودشان یاردم و نیکی میکردند نیکی کردن خودشان را از آنها باز ندارند. بله. الا تحبون ان یغفر الله لكم، میخواهید الله تعالی شما را بخشد؟ اگر شما را الله بخشیدنش را خواهید شما هم آنها را بخشید. حضرت ابوبکر صدیق گفتند من مستح را بخشیدم و با آن باز نیکیشان را چیکارم ادامه دادم. یعنی الله تعالی ما را اینقدر به صحابه کرام رضی الله عنهم اینقدر آیات نازل کرد که اگر همون کسی که در حق دختر شما اینقدر سخنهای ناجایز گفت و شما را اینقدر به ناراحت کرد شما را ببخشید، الله تعالی شما را میبخشد. اگر ما یک مؤمن را ببخشیم الله تعالی ما را چه میکند نمیبخشد. البته مؤمن ها در هر حالت به دیگر ناشایسته گفتنشان ممکن یا اینکه شاید حق دارن شاید ناحق هستند. یکمش اینکه مؤمن برای مؤمن سخنی بد نگوید، اگر مواد گفتماند باید مؤمن عفو کند، یکمش صبر کند، دوم چی کند عفو کند، سومش چی است اون گندگی کرده برای آن نیکی کند، یا سخن نیک بگو یا خاموش بنشین. حالا کل خیران او لیسکت، کسی که با الله روز قیامت ایمان داشته باشد سخن نیک بگوید یعنی که جیم شیند. الله تعالی در قرآن کریم حضرت یوسف علیه السلام قصه هاشون آورده. یک انسان کامل بزرگترین انسان الله تعالی سوره یوسف است. یوسف بهترین قصه. بله. یوسف صدیق الله تعالی میگن حکایت آورده همون برادرهایی که آن کس را به خیانت کرده بودند، حرکت کردن و آن کس را فروختن به یک چیز ناچیز و پول ناچیز. بله. ببینید قصه اخیرش وقتی که حضرت یوسف به مقام ملکیگری عزیزی مصر میرسد. بله. برادرها قدرت خدا که گوشنگی میشد و قحطی میشد و کمبود میشد و همشون پیش میبیان دست دراز میکنند، دست یاری دراز میکنن، حتی نمیفهمونن خودشون. اگر دیگر انسان شما باشیم حالا تو دیدیم هر من برای تو من خیلی قصد میکنن. حضرت یوسف صدیق، یوسف پیغمبر خدا و آنها نیکی کردن، بهترین حتی مالاشون گردانده دادن. با دویم بار آمدن، سوم بار وقتی که آمدن گفتن میدان تو شما یوسف چی کار کردید؟ گفتن تو یوسف هستی؟ گفتن هم یوسف. گفتن که قالوا تالله، قسم به خدا که تو را الله تعالی از ما بهتر کرده بود، است و که ما خطا کردیم، ما ندانستیم در حق تو، ما شرمنده هستیم که ما تو بسیار در حق تو ناروا ناتوری کار کردیم. بله. یوسف صدیق چه گفتن لا تثریب علیکم اليوم، نه شما به هیچ باکی نه، من شما را بخشم، الله تعالی شما را بخشد. و آن یوسف اینک عزیز مصر است.
منصور، آیا به راستی تو یوسفی؟ برادر ما یوسف عزیز مصر، یوسف برادر ما. داری من یوسفم و این برادرم بنیامین است. همون که نمیخواستیم جانشین پدر شود، جبه ولایت و کمربند نبوت را از پدر به ارث برد. آری من همان برادرم. خداوند بر من منت نهاده است. او اجر کسانی که تقوا داشته باشند و صبر پیشه کنند ضایع نمی کند. میبینی که سرفکنده و شرمساری. حال با ما چه خواهی کرد؟ برادر با برادر جز عفو و مهرورزی چه میکنه؟ ما هم برادر بودیم، پس چرا با تو این گونه ستم کردیم یوسف؟ من گذشته را فراموش کردم. همانجا درون 4 شما را بخشیدم. ولی من نمیخواهم بخشیده شوم. ما در حق تو ستم کردیم یوسف، اما تو نکن. این بخشش تو مرا میکشد. این بخشش بزرگترین مجازاتی است که در حق ما میکنی. تو را به خدا یوسف ما را مجازات کن. من از خود لذت دارم یوسف. شاید این مجازات قدری از گناه مرا پاک کند. این بخشش برای من از هر مجازاتی سنگین‌تر است. به راستی مجازات می‌خواهید؟ آری نور چشم برادر، اگر مرا مجازات نکنی بلایی بر سر خود خواهم آورد. حال که مجازات می‌خواهی پیش بیا. خدا بزن یوسف. من هیچگاه از تو و برادرانم کینه‌ای به دل نداشتم. به خدا سوگند سخت‌تر از این نمیتوانستی مرا مجازات کنی. اگر با آن همه گناه مجازات نشوم، بیم آن دارم که مرتکب قتل نفس شوم. من خود را نابود خواهم کرد. تو را به خدا تنبیهی، تو را به خدا مجازاتی. من دیدم که برادرانم با تو چه کردند و دم نزدم. من سالها دم فرو بستم و حقیقت را از پدر کتمان کردم. بگو جلاد بند از بندم جدا کند. بگو با ضرب تازیان دیو گناه و درد کوی را از وجودم بیرون کند. این شهر مرا میکشد. آرام باش لاوی برادرم. خیز تا کنون چندین بار با شما روبرو شدم. بارها اراده کردم شما را به سوء بفشارم. درد سالهای طولانی فراق را فرو بنشانم. یعنی اجازه نداشتم، اما همه وجود شما برادرانم را دوست دارم و در آرزوی چنین دیداری لحظه شماری می‌کردم.
کار را نکن برادر. من احساس شرمندگی میکنم. خداوند مرا نبخشد اگر موجب شرمساری برادرم شد. خداوند را میبینی؟ من ستم کردم، من گناه کردم و یوسف شرمنده است. آیا ستمگرانی چون ما قابل بخشایشند؟ میبینی یهودا چه عزیز بزرگی را رنج دادی؟ بنیسم ما فقط شما رو رنج ندادیم، رنجی که پدر از جانب ما کشید به مراتب سخت‌تر و بیشتر بود. او را چه کنیم؟ اگر ما را نبخشد به که پناه ببریم؟ پدر نیز شما را خواهد بخشید به شرط آنکه توبه کنید. چرا این پناه پایان نمیاد و این هجران این همه سال به درازا کشیده؟ گمان میکنم ماجرای جدمان ابراهیم و اسماعیل تکرار شده است. احساس میکنم پدرمان به تازگی اسماعیلش را قربانی کرده. از همین روی خداوند میخواهد اسماعیلش را به باز کرد. علی جناب، چه کسی این پیراهن را به پدر میرساند؟ من. اگر بتوانی بینایی پدر را به او بازگردانی، فکر میکنم بخشی از خطای خود را جبران کردی. اگر بتواند، که البته آن هم غیر ممکن است. اراده خداوند هر غیر ممکنی را ممکن میکند. برخیزید. یوسفی پیغمبر خدا با آنها نیکی کردن، بهترین حتی باراشون گردانده دادن. با دویم بار آمدن، سوم بار وقتی که آمدن گفتن میدان تا شما یوسف چی کار کردید؟ گفتن تو یوسف هستی؟ گفتن هم من یوسف. گفتن که قالوا تالله، قسم به خدا که تو را الله تعالی از ما بهتر کرده بود، از تو نیکی ما خطا کردیم، ما ندانستیم در حق تو، ما شرمنده هستیم که ما تو بسیار در حق تو ناروا ناتوری کار کردیم. بله. یوسف صدیق چه گفتن لا تثریب علیکم اليوم، شما به هیچ باکی ما شما رو بخشم، الله تعالی شما رو بخشد. بعد از این سخن حضرت بله الله لكم، الله شما را بخشد. شما به هیچ من شما بخشیدم. گفتن و اتونی باهلکم اجمعین اذهبوا بقمیص هذا على وجه ابي یاتی بصیرا و اتونی باهلکم اجمعین. گفتن این لباس را به پدرم دیدن، پدرم بینا میشن، پدرم بیارتان و اولهاتون بیارتان. وقتی که اونها خداشان اهل و اولهاشون آمدن گفتن و ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، آمین مرحمت نسبت درتون، با اونها خانه جای طعام و آب اوقات دادن. این یک اخلاقی پیغمبری که الله تعالی در قرآن این اخلاق را برای ما تعریف کرده است که من این خیلی انسان ها پیغمبران این خیلی انسان ها هستند که برادرهایی که یک عمر اون کس را حسد و کینه و شیطان وسوسه کرد، آنها را دشمنی کردن، کشتن حرکت کردن، از خداشون دور کردنی بودن. یوسف به مقابل همین بدی ها چی کردن؟ مغفرت و بخشش و نیکی. بخشش کو الله بخشیدن، ولی ما باش کردن نیکی کردن. برای الله تعالی میگه که ادفع بالتي هي احسن، بدی را شما به نیکی کنید. به بدی هر کی میکند، به نیکی هر کس میکند، اما به بدی مرد خدا نیکی میکند. اگر از طرف یگان انسان برای ما بدی شده باشد یا که سخن‌های ناجایز گفته شده، ما را بخشیم، عفو کنیم، با آن باز کنیم، نیکی کنیم. این سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. امروز در جامعه ما به سبب بعض مسائل ناچیز، بعض مسائل اختلافی بسیار تلاش و بحث‌های مناظره بی‌فایده و حتی به مقابل یکدیگر برآمدن، جدال و حقارت میکنن یکدیگر را، به یکدیگر را به هر خیل کفر و هر خیل چیزها نسبت میتن. این بسیار یک چیز شرمنده آور است که مسلمان نباید در حق مسلمان خودش این خیل سخن‌ها داشته باشد. باید آن را عفو کند، بخشد، آن را اصلاح کند. واصلحوا بین اخویکم، و بین برادرها اصلاح کنید. نباید که ما اگر یک مسلمان و ایوانه یعنی که
اگر آن را سخنهای ناجایز، سخنهای تحقیرآمیز آن را ملامت تنقید کند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم که قد قتلت بکن، تو اون برادر را کشتی، آن را حرمتی آن را تو نیست کردی. الله تعالی فردا روز قیامت هر یک گناه عفو کردن میکنه، اما آبروی مؤمنین چه نمیکنه، خدا عفو نمیکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در آخرین حجۃ الوداع، در آخرین حجشان مرد بسیار نصیحتاش نکردن، آخران نصیحتاش نگفتن، گفتن شاید من سال دیگر به شما با نمیخورم، شما خدا را عبادت کنید، 5 وقت نماز بخوانید، من شما با قرآن و سنت را ماندم، این را قبول کنید، شما گمراه نمیشوید، بعد از من کافر شده به یکدیگر دشمن نشوید، یکدیگرتان نزنید، همه بندهای خدا برادر باشید، مال شما گفتن، خون شما گفتن، آبروی شما خود در همین ماه، همین روز، همین جان در مشت الحرام اند، چقدر حرام است، همین خیلی برای یکدیگرتان حرام است. یعنی در حق آبروریزی مومن رسول الله بسیار آگاه کردند که عرض المؤمن، مسلمان آبروش نهایت بالا است، مسلمان آبروریزی نکنیم. امر معروف کردن شرط است، لیکن امر معروف ما آبروش نریزانده، احترام کرده، با ترتیب و وقت و جاشو مناسب، سخنها مناسب، صحبت‌ها که ما باید برای آن سخن کنیم، نه اینکه در را باید گمراه شده است، باید کافر شده است، باید از دین برآمده است، گپ گوش نگوندان در را در خودش بنویسد، در جامعه، در درون خلق آن را ما چی کنیم، یک برادر را تحقیر کنیم، تنقید کنیم، تلاش کنیم و گروه شویم و بعد جدا شویم و با هم دیگر جنگ کنیم. این صفت مؤمنین است. مؤمن‌ها نباید که این خیلی صفت داشته باشند. حتی امام شافعی رحمت الله علیه هم در یک قولشون گفته بودند که اگر تو اشتباه مرا در جامعه گفتی، پس تو رسوایی مرا خواستی، و اما خطاگی مرا به خودم گفتی، سبب عزت مرا تو خواسته. پس اشتباه گفتن هم به خود گفتن، از جامعه دور شده گفتن، با یک آداب نیک گفتن، این است اصل صلاح ورزیدن و آینه همدیگر بودن. چون مؤمن آینه دیگر مؤمن است، باید اشتباهش رو بگوید، نباید که خاموش. اما گفتن اشتباه در یک جامعه، یا شاید نیت نیک داشته باشیم که همون برادر یا خواهر خطا کرد، اما در جامعه گویم شاید سبب یک فتنه باشد، قهر و غضب و دیگر عداوت باشد، که از این باید احتیاطکار و پرهیزگار باشه. خب دامون عزیز، همچنین بعضی از سنت های طلب بهتر کردن آداب و اخلاق را از احادیث صحیح میدونیم. یکی از اون حدیث ها همچنین است که پیامبر صلی الله علیه و وقتی به آینه نگاه میکردند، از الله طلب میکردند که پروردگارا، چگونه ای که تو صورت مرا، نمود ظاهری مرا زیبا گردانیده ای، سیرت مرا یعنی اخلاق مرا نیز زیبا بگردان. این حدیث رو شرح میدادند. ما همون اخلاق ما رو خوب کنیم و از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، رسول اخلاقشون برای خود ما پیش آوریم و به رسول الله و به صحابه کرام و به بهترین انسان ها پیرو باشیم و از الله تعالی دعا کنیم و همین اخلاق ها را بگوییم، همین خیلی اخلاق ها را شنویم و همین خیلی اخلاق ها را فکر کنیم و از الله تعالی دعا کنیم که برای خود ما، برای اهل عائله ما، برای جامعه ما، برای تمام امت عالم اسلام الله تعالی این اخلاق های نیکوکاری حتی خیلی بوده در آینه هم رسول الله میدن، اگرچه اینقدر بهترین اخلاق داشتن، باز از الله تعالی دعا میکنن که اللهم حسن خلقی کما حسنت خلقی، یا الله تعالی خیلی که خلق مرا، صورت مرا زیبا کردی، انا همین خیلی خلق مرا هم زیبا کن گفته. از الله تعالی دعا میکنن. برای من ما از الله تعالی اخلاق نیک رو پرسیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگن که انسان به سبب اخلاق نیکش شب تهجد خواندگی و روز داشتگی اجر ثواب الله تعالی برای آن چی میکند؟ عطا میکند. به سبب اخلاق نیک. در دیگر حدیث هم گفتن فردا روز قیامت ترازی اعمال از همه ثواب بازمندترین این اخلاق نیک است. برای هم اخلاق نیک داشته باشیم و یکدیگر را عفو کردن، با آزار یکدیگر صبر کردن، به یکدیگر نیکی جواب دادن، از یکدیگر گذشت کردن، به کسی یاردن رساندن و مابین جماعت جمع کردن، اتحاد، محبت، دوستگیری، این صفات ها در ما باشد ان شاء الله. شاید رضایت الله تعالی به ما چه ان شاء الله. تشکر داملای عزیز، برای شما از درگاه خداوندی بینیاز پاداش خیر را مسئلت داریم. خداوند علم شما را افزون بگرداند و تماشابینان گرامی قدر، بار دیگر خاطر رسا می‌نماییم که امروز مهمان کاشانه ما حضرت داملا محمود خان بودند و ما امروز درباره یکی از مسئله های مهم دین مبین اسلام که این هم باشد مقام اخلاق حمیده در دین مبین اسلام و احترام مسلمین یک صحبت زیبای آراستیم و با یک چند جمله خلاصه کرده گفتنی هستم که ما باید اخلاق خویش را، آداب و رفتار خویش را از مکتب پیامبر بیاموزیم، از مکتب دیگر پیامبران بیاموزیم
و همچنین از مکتب صحابه های کرام بیاموزیم و کوشش بکنیم که با خودمان، با اهل پیوندانمان، نزدیکانمان، با همسر و فرزندان، پدران و مادران، خواهران، برادران، خویش و تبار و همچنین اونهایی رو که حتی نمیشناسیم اخلاق حمیده باشیم، با نیکی نیکی بکنیم و حتی با عمل بدی آنها نیز با نیکی و مهربانی جواب بگوییم. و فراموش نکنیم دستور پیامبر را که چون گفتند یا سخنی نیک بگوید یا خاموش بایستید. یعنی وقتی وارد یگان جلسه یا وارد یگان بحث شدیم، اگر توانستیم یک سخنی نیک بگوییم، اگر تحلیل کردیم که سخن نیک از من و شما نمیبرد، خاموشی برای من و شما افضل تر باید باشد. من از پروردگار مسئله دارم که اخلاق همه ما و شما را حمیده و حسنه بگرداند، ما را پیروی حقیقی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بگرداند و برای همه شما عزیزان دل سعادت این دنیا و آخرت را تمنا دارم. و دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما به انتها میرسد و در آینده ما تصمیم گرفتیم که دایر به یکی از مسئله های مهم اسلام این هم باشد نماز همچون عبادت بزرگترین و افضلترین یک صحبت آرسته باشیم. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله